بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و میپسند. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم آمین. سلام بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که مقابل تلویزیون نشستین و قرار یاد خدا رو انشالله تا پایان همراهی بفرمایید. ما به دعای شما همچنان مشرف هستیم. محضر دو امامزاده واجب التعظیم در یک حرم با صفا و نازنین و دوست داشتنی که خیلی یا دست خالی میانن و دست پر برمیگردن. امامزادگان ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم. انشالله که شما هم خیلی زود اینجا مشرف بشین و پاتون باز بشه به این مکان مقدس. خب، سه شنبه های یاد خدا همراه هست با بحث سیره انبیا از منظر قرآن کریم. متخصص و بلد راهمون هم آقای صفاریان عزیز هستن. ایشون تشریف آوردن. بعد از اینکه یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم بحثمون رو شروع میکنیم. به نظرم از امشب دیگه قرار هستش که ورود بکنیم به زبان داستان که زبان بیان ماجراهای انبیا در قرآن کریم هم هست. برای ما نکاتی رو بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من عرض کردم که آقای صفاریان قرار هستش که داستان زندگی یکی از انبیا رو برای ما انشالله امشب بگن و استفاده بکنیم. منتها این داستان برخلاف اون داستانی که از بچگی برای ما گفته شده برای اینکه بخوابیم، یکی از اون داستان هایی است که گفته میشه برای اینکه ما بیدار بشویم. بنابراین حتما با دقت و تأمل بیشتری پای تلویزیون باشید و منم همین در واقع ویژگی رو سعی میکنم برای خودم حس بکنم و استفاده بکنم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر بینندگان بزرگوار. نایب الزیارشون هستیم در جوار دو امامزاده نورانی منوره به نور اهل بیتیم انشاءالله. من برای این جلسمون انشاءالله میخوام داستان رویارویی سپاه طالوت و جالوت رو خدمتون عرض کنم. از سوره مبارکه بقره است و از آیه 246 آغاز میشه. حالا اگر بزرگواران قرآن عثمان تا آدم دستشونه صفحه 40 رو باز کنن و با ما همراه باشن که صفحه 40 سوره مبارکه بقره آیه 246. خداوند متعال، خب میدونید ماجرا از اینجا آغاز میشه که وقتی که خداوند دستور میده به بنی اسرائیل که وارد سرزمین موعود بشین و اونا سرباز میزنن، جناب موسی این قوم رو نفرین میکنه. ففرق بیننا و بین القوم. خدایا دیگه بین من و این قوم جدایی بینداز. و این گونه میشه که جناب موسی دیگه خبری از سرگذشت او ما نداریم. بعد از این قوم به خاطر سرپیچی از فرمان الهی دچار تیه و سرگردانی در بیابان ها میشن. چون اونجا هم ظاهرا قرار بوده با یه زحمتی با یه سختی بله قرار بوده مقاتله کنن و وارد شن و به پیروزی برسن اون سرزمین موعود باشن. نپذیرفتن. بله. بعد از این ماجرا از قبطیان یک پادشاه ظالمی بر بنی اسرائیل حکم میرانه که اموال اونها رو میگیره، اولادشون رو میکشه، زنانشون رو به کنیزی میبره و اینها از این سختی به سطوح میان. ماجرا از اینجا آغاز میشه. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. یه بخش همینجا نتیجه اون سرپیچی. بله دیگه. اگه گوش میدادن سرزمین موعود و آرمان شهر، حالا که گوش ندادن این مدل بلا سرشون میاد. خدا تو قرآن فرموده این ادتم ادنا. ببینید خدا با کسی قراره پسر خالگی نداره. ما خالی کنیم خدا هم خالی میکنه. او سر قرار وایستاده، ما هم سر قرار اگه بریم خدا رو اونجا در میابیم، وعده های خدا رو در میابیم، آرمان شهرمون رو در میابیم. ولی خالی کنیم از قرار خدا هم خالی میکنه سر قرار. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اینا اومدن طبق نقل پیش پیامبرشون که جناب ارمیا نبی و گفتن یه فرمان روا، یه رئیس لشکر بر ما انتخاب کن که ما بریم میخوایم در راه خدا بجنگیم.
قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اگه نجنگیدین چی؟ سابقه بنی اسرائیل جلوی چشم این پیامبرند، سنت های خدا جلوی چشمشه که آقا مسیر اینجوری نیست که شما بگی من میخوام بجنگم، خدا هم بگه خب من 4 باند آسفالت کردم. نخه خودت باید بری زحمت بکشی، مسیر جهاد و مقاتله است. واقعا پر دست اندازه. آره. قالوا و ما لنا ان لا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چرا نریم بجنگیم؟ سرزمینمون رو گرفته، اموالمون رو گرفته، بچه‌هامون رو گرفته. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. هر کسی میتواند به دست و زبان و قلم و قدم و به هر روشی به برادران گرفتار لبنانی، سوری، برادران مجاهدین خود کمک کنند. چقدر ما کمک کردیم؟ فرمان جهاد صادر شد. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. بجز اندکی بقیه خالی کردن میدونا. آقا نه گلوله برای قلبمون ضرر داره، نمیتونیم بریم جهاد کنیم. والله علیم بالظالم. این اولین ریزش. ماجرا تمام شد؟ اصلا تمام نشد. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. گفت دنبال فرمان روا میگشتین، خدا جناب طالوت رو انتخاب کرد. جناب طالوت از نوادگان بنیامینه و حالا که اینا انتظار داشتن از نوادگان جناب یوسف باشه. سلام الله علیه. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. گفتن ما شایسته ترین به فرمان روایی. چرا؟ ولم یؤت سعة من المال. آقا از حلقه پولدارا نیست، مرفهی نیست. ببین این همیشه یه مشکل معضل ذهنی بوده برای آدم‌هایی که می‌خواستن بهانه جویی کنن در راه. به جناب نوح هم میگفتن اینایی که دنبال تو هن اراذلون بادی الرأی، اینا بچه پایین شهرن، اینا خیلی نمیفهمن، سطح اجتماعی و علمیشون خیلی بالا نیست. حالا همین ایرادو به جناب طالوت میگیرن. لم یؤت سعة من المال. این خیلی پولدار نیست، از طبقات بالای اجتماعی نیست، مثلا پوپولیست، نمیدونم. آره. قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم والجسم. میگه آقا اصلا طبقات بالای اجتماعی مهم نیست، توانمندی مهمه و دانش. این دوتا رو داره. شایسته سالاری اینه دیگه، توانمندی و دانشه. والله اینجا 2 مرتبه یه عده‌ای بهانه جویی میکنن. پس حال صادر شد یه عده‌ای خالی کردن. دفعه دوم توسط طالوت. بله، دفعه دوم موقعی که جناب طالوت انتخاب شد به عنوان فرمان روا، یه عده خالی کردن. ببین من یه افاق بهتون میکنم. یه گهواره ای بود، یه تاب موسی میخواست او رو به دریا بیفکنه، بیفکنه. خدا این رو به مادر جناب موسی داد. این به عنوان یه چیز مقدس در بین بنی اسرائیل شمرده میشد که حضرت موسی سلام الله علیه در همین ماجرایی که تعریف کردین میخواست ترک قوم کنه، جزء مواردی بود که به جناب یوشع به ودیعه نهاد، چون وصی او بود. آقا اینا مثلا ابزار کار سما بوده و معجزات و کرامات و اینا پیش شما باشه. و این تو جنگ ها همیشه یه دلگرمی بر بنی اسرائیل بود. این تابوت تا اون موقعی که بنی اسرائیل 2 مرتبه سر به نافرمانی گذاشتن و این شد ملعبه و بازیچه بچه‌ها توی کوچه ها. حالا خداوند متعال میگه که این تابوت بود که گم شده بود، نبود و برای شما یه مایه آرامش بود. اینو به عنوان نشانه الان دوباره میفرستم که شما بدونید آقا جناب طالوت برگزیده است. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان واقعی دارین دنبال نشونه هم میگردین که دلتون قرص شه، این نشونه. این دومین مرحله است که بنی اسرائیل تو این آزمایش عده زیادیشون از این فیلترهای اول و دومی نمیتونن رد شن. داستان ادامه ای داره. اگر اجازه بدین یه تنفس بگیریم و برگردیم در خدمت. دست شما در نکنه، بعد این 3-4 جلسه استاد شدین شما. خیلی ممنونم که به موقع فرمودید
تأملی هم داشته باشیم به آنچه که تا به حال فرمودین و برگردیم و استفاده میکنیم. بفرمایید. خواهش اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قصه طالوت و جالوت رو خیلی در واقع شیرین و دلچسب دارن تبیین میکنن و جای سفاریان رو استفاده میکنن. خواهش میکنم. در خدمت قرآنی. الحمدلله. خب خداوند متعال ادامه ماجرا رو از آیه مبارکه 249 چنین بر ما بازگو میکنه. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر. حالا این لشکر تو گرمای هوا را افتادن، میرسن به نهر آب. موقع چیه؟ موقع اینه که خدا همینجوری فیلتر بذاره برای که آدم هایی که وجودشون هنوز ربی نیست، خدایی نیست، ناخالصی داره، اینا وارد معرکه حق و باطل نشن. آدم های تراز نبرد با وارد نبرد بشن. به ما همینجوری دل میکنیم که تو سپاه حضرت صاحب، تو سپاه امام حسین علیه السلام یه جایی برای خودمون دست و پا کنیم انشالله. آدم هایی که نرسیدن اینا چیدنی نیستن. یه الگویی هست زمان امام حسین، از اون خیلی میشه درس گرفت. یارانی که موندن تا آخر اونا چه ویژگی‌هایی داشتن؟ آیا ما داریم؟ الان ببینین خداوند متعال یه ابتلای جدید پدید میاره سر راه. قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی. اگه کسی تو این گرمای هوا، حالا با تجهیزات نظامی قاعدتاً انسان خسته است، تشنه است، رسیدن دم این نهر آب، فرمود اگه کسی بخوره از این آب از من نیست، تو تیم ما نیست. و من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة. بگردی اونایی که بخورنم ریزش میکنن. حالا یه دم هستن این وسط نمیتونن تحمل تشنگی کنن و نه میخوان از این لشکر دور بیفتن، یک کف دست آب بخورن، پس 3 دسته شدن. فشربوا منه الا قلیلا منه. دیدیم تو ابتلای اول فرمود که اکثرشون از این نبرد پاپس کشیدن. 2 مرتبه تو ابتلای بعد اکثر ریزش کردن، 2 مرتبه تو ابتلای بعد اکثر ریزش کردن. چیزی هم دیگه موند. آره ببینید روایات آخر زمان خیلی عجیبن که حضرت فرمون که قطعا شما غربال میشید. مثلا فتنه های آخر زمان برای همین اومده که آدم های خالص برسن به اون نبرد پایان. حضرت فرمود عین گندم که اینجوری باد میدن، دیدین توی سینی های بزرگ میریزن، اونایی که سنگین نیستن، دارای وزن نیستن، اینا رو باد میبره، به کوچکترین نسیمی ریزش میکنن. آره این ریزش ها و رویش هایی که عبارت که آقا این چند ساله داریم میبینیم دیگه حالا به مرور. فلما جاوزه هو الذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده. اینو گذشتن، سپاهی که قرار بود از امتحان الهی آب نخوره ولی خورد. وقتی رسیدن گفتن ما یارای مقابله با جالوت نداریم. خود جالوت آدم درشت اندام و یک لشکر مجهز که به جهت کیفیت و کمیت لشکر وسیعی فراهم آمده. این آدم ها گفتن ما نمیتونیم بجنگیم. ما ناو هواپیما برمون، تعداد موشک هامون، ادوات نظامیمون، فاکتورهای اقتصادیمون اصلا در حدی نیست که ما بتونیم با این ابرقدرت پنجه در پنجه درافکنیم. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله والله مع الصابرین. یه عده اینا ملاک پیروزی در جنگ دستشون بود. ملاک پیروزی در جنگ نفر نیست، تجهیزات نیست، تعداد موشک و ناو و هواپیما اینها نیست. یه نکته دیگه از اون استقامت مؤمنینه. شما نگاه می‌کنید مثلا در فلسطین نبرد نابرابر سنگ در برابر تانک. شما نگاه می‌کنید مثلا حزب الله، می‌بینید که آقا این نه هواپیما داره نه پدافند درستی داره، چجور به زانو در آورده
یه ارتش تا بن دندان مسلحی که توسط ابرقدرت‌ها داره حمایت میشه. همین ارتش تا بن دندان مسلح که توسط ابرقدرت‌ها داره حمایت میشه، اصلا اوناست در واقع این جلوه. از پس یک گروه به اسم حماس برای نیومده که تعارف نداریم دیگه، چه دیالا بماند دیگه بقیه‌اش. این تعبیر همین در واقع تعبیر همین آیه‌ای که داریم. اینایی که سر ماجرا رو فهمیده بودن اینجوری گفتن قال الذین یظنون انهم ملاقو الله. اینا یقین داشتن به اینکه ملاقات خدا که چیزی نیست ما ازش فرار کنیم. در یکی این مستندهایی که از صدا سیمای خودمون پخش شد برای نیروی دریایی سپاه بود. این آقا رفته بود و متجاوزانه به آبهای سرزمین ما رو در خلیج همیشگی فارس دستگیر کرده بود و آورده. بعد مصاحبه می‌کرد با اون آقایان دستگیر شده که شما چی شد، مثلا این همه تجهیزات دارین. گفت ببین به ما گفته بودن یه آدمایی هستن لباس سبز پوشیدن و اون نمیدونه سپاه چی و اینا اصلا از مرگ نمیترسن. ما دیدیم ما این همه تجهیزات داریم، این اومده هیچی تجهیزات نداره، یه اسلحه دستشه. و اون لحظه شهادتش هم خودش در واقع تعبیر همین. آره که آقا من یه سرآمد اجلی داره عمرم و یه ملاقاتی با خدا دارم، یه قرار ملاقات. زودتر از اون قرار ملاقات نمیرم، دیرترش هم نمیرم. از چی بترسم؟ ببین آقا امیرالمومنین تو جنگ چی میگه؟ اعر الله جمجمتک. جمجمتو به خدا بس، چرا میترسی؟ مستقیم نگاه کن، آخرین صفوف دشمنو نگاه کن. بگو پیروزی از آن ماست، خدا تو تیم ماست. خدا عزیزه. ببین عزیز، ما تو فارسی مثلا میگیم عزیزم حسین، تو عربی عزیز به این معنا نیست. عزیز یعنی اون که دست بالا رو داره و همیشه پیروز. وقتی خدا بیاد تو این تیم قرار بگیره، خب این تیم میشه تیم همیشه پیروز. یه چیزی میگم، اون موقعی که اون تصویر جهانی ثبت شده، کلی بازتاب داشت دونه لحظه شهادت یحیی سنوار، اون موقعی که چوب دستیشو که تازه زخمی هم هست مجروحه اینجوری پرت میکنه به سمت اون پهپاد، اینا فرار میکنن، بعد با اون ادوات نظامی میان حمله کنن به یه نفری که نمیدونستن یحیی سنوار هنوز. فکر کنم یه رزمنده عادی، یعنی از یک رزمنده معمولی حزب الله با اون حال مجروح با یه چوب دستی، اینا انقدر میترسیدن که میفهمن. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. خدایا قدم‌های ما رو توی مسیر سست نکن، ثابت قدممون کن، ما پای این پرچم بمونیم. این حسین گفتنا، سینه زدنا، اشک ریختنا، اینا ما رو توی این مسیر نگه دار. الهیام فهزموهم باذن الله. لشکر جالوت رو شکست میدن و قتل داوود و جالوت. حضرت داوود سنگی میزنه به پیشانی جالوت و این بت بزرگ برای اینا میفته و میشکنه، تمام میشه، لشکر از هم میپاشه. حالا خدا میخواد بگه که شما در عرصه میدان وقتی ایستادگی میکنین، من برای شما مشوق‌های قرار دادم. و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء. جناب داوود به خاطر این رشادتی که از خودش به خرج میده دارای مراتب وجودی بالاتری میشه نزد خدا. بعد خدا میگه که میدونی سر جنگ چیه؟ و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین تلک آیات الله. اینا نشان از من برای شما دارم میگم، داستان که نمیخوام بگم، میخوام بگم از نکته این درس بگیر. اگر نبود پایمردی آدم هایی که در وسط معرکه شمشیر بزنن، فساد و سیاهی و تاریکی زمین رو برمی داشت. این شعله های شمع رو خدا در این جهان تاریک افروخته که راهنمای مسیر هدایت ما باشن. انشالله ما هم پیرو راستینی برای بزرگوار باشیم. الهی آمین. انشاءالله به برکت تبیین شما و مثل شما از منابع دینمون، از قرآن کوچکترین شاگرد این کریم. آره سلامت باشین بزرگواری. کسانی که محضر قرآن کریم تلمذ میکنن، درس دین میآموزن و آموزش میدن، بزرگن. تواضع شماست و ما خوشحالیم که استفاده میکنیم و توفیقی است رفیق حقیر و مردم شده که در یاد خدا محضر شما هستیم و یاد میگیریم و استفاده. فقط خدا کنه خدا بهمون توفیق بده اون که یاد میگیریم بتونیم عمل بکنیم. نکته اساسی اینجاست. در طول تاریخ خیلی ها بودن خیلی بیشتر از ما میدونستن، اما شاید به 1000 که میدونستن نتونستن عمل کنن.
نکته اینجاست، انشاءالله که توفیق عمل پیدا بکنیم. عوامل ندارین؟ باش برام عرضی نداریم. زنده باشید، محبت باشید. خیلی استفاده کردیم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین و اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی هست حتما از این پل‌های ارتباطی استفاده کنید و انتقال بدین. و 162 هم شماره عمومی سازمان جای خوبیه برای اینکه اظهار نظر بفرمایید. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.